أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله ربي وسلامه عليهم أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند عزوجل را شکرگزاری میکنیم به خاطر همه نعمتهای خوب و مفیدش. همه نعمتهای خداوند برای ما بندگانش هست و شکرگزار هستیم از خداوند عزوجل. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید: من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی ماه رمضان را با نیت و اخلاص روزه بگیرد، خداوند گناهان گذشته او را عفو میکنه. حالا در روایت ما خوانده ایم که از رمضان تا رمضان آینده، یعنی کسی که رمضان گذشته رو روزه گرفت باز رمضان آینده روزه میگیرد، بین دو رمضان او کفاره گناه هست، بخشش گناه هست. یعنی شما این را بدانید که خداوند عزوجل به سببی که با رمضان دیگر ما و شما را که رسانید و با ایمان و اخلاص اون را روزه گرفتیم، خداوند گناهان گذشته همه ما و شما را چی عفو میکنه. و دیگر حکمتی باز رمضان این است که هر کسی که در شبهای رمضان که بعد از افطاری یعنی باز عبادت میکند، نماز تراویح میخواند، نماز قیام اللیل میخواند، تهجد میخواند، پروردگار عزوجل هم یعنی گناهان او را عفو میکنه. یعنی کسی که شب رمضان میخیزد، شبهای رمضان دعا میکند، فریاد میکند پروردگارا گناهان مرا بیامرز، از گناهی کرده خود پشیمان هستم. البته انسان به گناه نیست. وقتی که انسان پیش از رمضان هم شاید که در داخل رمضان هم خطاگی را یعنی کمبودی را به دست می آورد، پیش پروردگار که اعتراف کی دارد، خداوند گناه او را می آمرزد. شما نگاه کنید که قصه آدم علیه السلام را در قرآن که خداوند دعای آدم علیه السلام را میگوید که آدم کمبودی را کرد، خطای را صادر شد، به خطاگی راه داد. بعد از فهمیدن خطای خود پیش پروردگار دعا کرد و گفت: ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا، ما با نفسهای خود ظلم کردیم، گناه را صادر کردیم و اگر تو ما را مغفرت نکنی، نه آمرزی، نه بخشی و رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، ما از جمله زیانکاران میخیزیم، ما از جمله یعنی خطاکارها میخیزیم. خوب خیلی خطای داریم. وقتی که آدم علیه السلام اعتراف گناه خود کرد و گفت که گناهی من است، پروردگارا مرا بیامرز، پروردگار دعای آدم علیه السلام را قبول کرد و توبه اش را قبول کرد و از گناهش گذشت کرد. و ما و شما در این ماه مبارک رمضان در خانه خدا و در این لحظه های اجابت دعا، در این نماز تراویح و ختم قرآن، وقتی پیش پروردگار از گناه های خود اعتراف میکنیم، میگوییم که فلان گناهی من بود، فلان کمبودی من بود، خدای مرا بیامرز، با یقینا دان که خداوند تو را میامرزد. خداوند گناهی تو را میبخشد. بعضی گناهایی هست که به توبه هم به همون عمل صالح خودت خداوند چی گناهی تو را عفو میکند. مثل که روزه ماه رمضان را گرفتی با این نیت و اخلاص، پروردگار گناههای گذشته تو را عفو میکند، گناههای صغیره تو را. و گناههای کبیره تو باید اعتراف شود، پیش پروردگار مناجات کنی که گویی که خدایا گناهی من بود، فلان گناهی من هست،
بجز تو هیچ کس این گناه های مرا نمیداند، مرا بیامرز. البته که خدا میامرزد، اما ما باید گناه خدا توجیه ندهیم. آدم علیه السلام اعتراف کرد اما شیطان اعتراف نکرد. شیطان چی گفت؟ پروردگار وقتی شیطان گفت که آدم سجده کن، شیطان گفت که آدم از خاک است، من از آتش. هیچگاه یعنی اعتراف نکرد و توجیه داد، گفت من از اون برتر هستم. برای همین خداوند شیطان رو توبهش رو قبول نکرد و از جنت، از بهشتش رانده کرد. برادران اهل اسلام، نمازگزاران محترم، بهترین ارزش انسان این ایمانداری انسان هست، ایمان بر خدا. ارزش انسان با یعنی خانه و ماشین های پیش یا اینکه با اون تلفن هایی که امروز پیش هستند، ارزش انسان از این نیست. ارزش انسان ایمانی بر خدا داشتن است و این همه ما و شما در این خانه خدا جمع آمدیم، این نشانه ایمانداری بر خدای ما و شما است. همه ما و شما ایمانی بر خدا داریم و خداوند هم میگوید که در قرآن که الله ولی الذین آمنوا، الله رب العزت دوست کسی هست که ایمانی بر الله داشته باشد. و خوشا به حال شما هم که امروز با نیت اخلاص پیش پروردگار ساعتها عبادت میکنین، با اخلاص و نیت پیش پروردگار توبه میکنین و این هم لطف و مهربانی پروردگار عزوجل برای بنده اش هست که خداوند لایق دید ما را با سجده خودش مشرف گردونی. حالا که هر رمضان رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را ختم میکردند. این ختم قرآن سنتی از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با جبرائیل علیه السلام قرآن را ختم میکردند. و امروز هم سنت را زنده میکنیم که سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و هم این ثواب هر حرف قرآن در نامه اعمال ما و شما نوشته می شود که اگر غیر از رمضان حرف قرآن 10 ثواب دارد، اما در رمضان 1 ثواب به 70 ثواب برابر است. حالا نگاه کنیم که پروردگار ما و شما را به کلام خودش، اگرچه بعضی از ما و شما قرآن را خوانده نتونیم، قرآن را صحیفه هم کشوده نتونیم، اما گوش کردن از پشت امام، از پشت قاریا انشاءالله در ثواب داخل می شویم. کوشش کنین که در نامه اعمال ما و شما در روز قیامت گویند که فلان بنده پسر فلانی در نماز تراویح ختم قرآن، یعنی ختم قرآن کرده است. هر رمضان رسول الله صلی الله علیه و سلم با جبرائیل علیه السلام قرآن را ختم می‌کردند و رمضان آخری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود که جبرائیل علیه السلام 2 بار قرآن را ختم کردند، یعنی 60 پاره خواندند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیش در آمدن و جبرائیل یعنی 2 بار ختم پیامبر را گوش کردند، یعنی دوباره قرآن را در آخری رمضانشون ختم کردند. دخترشون فاطمه رضی الله عنها پرسیدند که ای پدر جان، سبب این رمضان 2 بار قرآن را ختم کردن در چی بود؟ پیغمبر به دخترشون گفت که سفر پدرت به پیش پروردگار که نزدیک است، این آخرین رمضان ما هست. برای همون بسیار از نمازگزارانی که سال گذشته با ما بودن امسال بعضیاش نیست، شاید مهاجرت مهنتی، شاید به سببی که بیمار باشن. برای همین این نعمت بزرگی را که خداوند نصیب گردانده است هیچگاه از دست ندهیم، فرصت را غنیمت بدانیم و شکرگزار باشیم که توفیق پروردگار است که ما و شما در بالای جای نماز و سجده به پیش پروردگار میکنیم. و یک سخن زیبای از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که برای انسان‌هایی که روزه میگیرند و روزه دارند، میگن برایشون 2 خرسندی هست، 2 خوشحالی هست. للصائم فرحتان،
برای روزدار دو خرسندی هست. یک خرسندی اش در وقت افطارش هست، وقتی که آفتاب میشیند، وقتی افطاری میشود، همون کاسه آب را یا پیاله آب را در دهان که میگذارد، این از اون خرسندی نمیکند که من روزه رو تیز با عجله بکشایم. از آن خرسندی میکند روزدار که به گفته پروردگارم من عمل کردم، امروز راضیگی و خوشنودی پروردگار خود را به دست میارم. از این خاطر چی روزدار چی میکند؟ خرسندی میکند. یعنی با لطف پروردگار، با بزرگی پروردگار که او را همون روز چقدر سلامت و سالم نگاهش داشت، از خرسندی چی روزه خود را میکشد. دویم خرسندیش که در جنت که به نام روزدار هست، دیدار پروردگار برایش نصیب روزی است. و دعا میکنیم که خداوند این همه عبادت ها را از ما و شما قبول بگرداند و الله رب العزت روزه های ما و شما را به درگاهش قبول بگرداند و این ختم کلام را ثواب ثمره‌اش را در نامه اعمال گذشتگان همه ما و شما نوشته بگرداند. برحمتک یا ارحم الراحمین.